بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المحترم، آدابی مسجدنده یک آدم درآمد می وقت اذان نباشد دو رکعت تحیت المسجد گفته، دو رکعت نماز نفل خونده سکوت کرده تا فرض میشنه. در این مسجد نشدگی گپ ها سخن ها دفتر ثواب نرسه نمیشد، دفتر ثواب خوش نمیشد دیگه. برای همین مسجد خودی دیگه یک جایی بهیده نشدگی باید نشیدم. درایتان دو رکعت نماز خونده تا وقت نماز تسبیح گذاشتن دیگه یک بازم اگر وقت باشد دو رکعت چهار رکعت قضا خوانید. همه قضا هم سه وقت ما بیمالول، لیکن این خیلی ابن زنگی حالا دیگه تکرار نکنم. ابن زنگی حدیث رسول میگن که من اطعم مسلما جائعا اطعمه الله تعالی من ثمرة الجنة، من ثمار الجنة. رسول گفتن که از میوه جنت پروردگار یک انسان با طعام حاضر کرده میموند. حال و انسان دنیانده حالی حساب شده نه، حال و انسان جنتی یا دوزخی بودنش نامعلوم. همین حالندم پروردگار همون انسان از سبب یک انسان گشنه برای پروردگار شده سرکردگی انسان پروردگار و انسان با یک میوه جدا مونده است. هر یک انسانی که از دسترخوان ما از کسب ما سیر میشه، همون سیر شویش ما برای پروردگار گفته دانم به همون اخلاص کنم مگری دمک دانم که یک تا میوه مایه انتظار ساز. کدام انسان 10 تا میوه، کدام انسان 100 تا میوه، کدام انسان هزارها میوه منتظر میشد. این به معنی که همه انسان جنتی بدنش با جنت شدنش با یک اشاره است میشد. این چیز به اعتبار نموندن ما نفس. دویم حدیث، این حدیث پیشتر خونده بودم خفتننده، لیکن به حد ضرور حاضر وقتنده همین چیزنده همین حدیث با مسلمان هم ده عمل نبودنش با تکرار میگیم. رسول میگن که من اطفأ عن مؤمن سیئتا كانت خير ممن اخطا مؤونته. یک انسان پروردگار عیبش انسان با آشکار کرد. شما یک انسان عیبش نمیده موند، همون عیبه ما پوشتیم، هیچ کار نگفتیم. همون کار ما در نزد پروردگار از یک گودکی گوش کشیدگی زنده گور کردگی یک گودک اکشوده از حیات بخشیدن هم یک مومن انسان خطاش پنهان کردن پوشیدن ما در نزد پروردگار علی‌تر است. دیمک آدم از هلاکت از مردن موندنش به سبب شدن بلند چیز ناقص چیز از هوای هم ناقصتر سامی شده است. عیب دوستمای پشتن ما عکس این شخص میشد و انسان ما عیبش نیپوشیم و عیبش کشیم میشد. شما همون انسان خطاش نمود، خدا شما هوای انسان گناهش با شاهد کرد. وقتی همون خطای گفتگو وقتنده این آدم فقط فلان خیل فلان جانده با فلان چی فلان خیل کار خطا کرده که شما من شاهدم گفته از زبان ما برای ما سگه وقتنده دانیم که یک انسان کشتگی باید ما گناه کرسیم.
پنهانش یک بوده که چلمه را اگر بیدار قدم باشه دگری این لباش همخیل نمیشن. برای همین عزیزان محترم از زبان ما گواه یک انسان با زیان یک انسان با از گواه شدن احتیاج شد. افسوس که خدا ما داشتن اتانسان مسلم یک انسان عیب شک شدن، یک انسان به خطاش کتی تحقیق کردن، نعوذ بالله برای ما فخر شده بود. همین وقتی که حدیث های دولت میکند روی زمین به حدیث ترجمهش روی زمین انده پروردگار گواه ها شد و گواه های پروردگار جماعت ها گفته همین معنی پیامبر خدا مرحمت کردند. یک چند جماعت در کس 20 کس 30 کس یک جماعت کلام یک انسان نیکش بم گواهی ان شاء الله نیک بوده است، بعدش بم گندگیش بم گواهی مگری و بم همون چیز واجب میشه است. دماغ دیگه انسان یک نازم و یک عزیزم و خطاش پشته و انسان حقش حرکت کرده خیر گفته مبادا خطاش بینم مگری این خطا بعد خطا کردم ممکن استغفار گفت می ما اینا گناهش با شاهدم و توبهش و شاهد نیم و گفته گمانی نیک بردن حیات بردن میگتیم. همین چیزان ما انچه ضعیفیم. خود مثل همین یک حدیث دست آخرین حدیث ما من عان على خصومتي بظلم لم يزال في سخط الله تعالى حتى ينزعه. یک آدم سبب شده یک خصومت حاصل کرد، یعنی یک کار نوبه به هر انسان سبب شده دو آدم قرار شد می یک آدم دیوارگاه جمع کرد می یا یک عداوت آشکار کرد می اگر همون انسان همون حال به سببچه نشود دیگر همون خطا نمیشد می همون خصومت نمیشد می این سببچه باشد دیگری در غذای پروردگار میشد است تا اینکه هر دفعه اصلاح کننده نه چخیل اصلاح میکنیم دو آدم مبانش ویران کنونه مگر چخیل اصلاح میکنیم کاله ایتونم کو قدم با نموز بکنم در سوچه بگیم مگری هر دو همه انسان تا اینکه همون خصومت از یاد برآورده تا اینکه اصلاح شده پیش نباید ناز نشوند تا همون روزه ما صاحبی همون سبب چی همون خصومت سبب چی همون قهرگی در غضب خدا میشدیم. از من گفت دو آدم از سبب ما یک مر ادرشون نمیبیند و هم گناهکار سبب چی هم گناهکار ده این یک تا کلمه برده کشانده بافته گناهکار شوشه دگری همون گناهش برای پشتن همون هر دو هوا انسان اصلاح کرده نکار بید اصلاح کرده من نمیتونم ما رفته هر شد جمع کرده برادر همونجا این حقیقت نگفته من نفسم گفته شده در آمده هر دو شمهای از نغزهاتان حسد کرده حداتن موارد ما ویران کرده گفته چهل بگویم گفته نمیتونم کن دیمه مانده یک تا راه بدست همین خیل مابین انسان های خصومت با ننداختن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره برحمتك يا رب.